این پیتر از دنیای 8351 یکی از ترسناکترین اسپایدرمن‌های چند جهانی است. داستانش از همون جایی شروع میشه که همیشه شروع شده، مرگ عموبر. اما این بار پیتر قاتل رو نمیبخشه. او انتقام میگیره و اولین قتلش رو انجام میده و همین مسیر زندگیش رو برای همیشه عوض میکنه. ولورین یعنی همون لوگان پیتر رو پیدا میکنه و استعدادش، خشمش و قدرت‌هاش همه چیز برای تبدیل شدن به یک قاتل حرفه‌ای آمد. پیتر زیر نظر ولورین آموزش می‌بینه، مبارزه مرگبار، ترور بی‌صدا، استفاده از سلاح و کنترل خشم. بعدش بلک ویدو وارد داستان میشه. او پیتر رو تبدیل میکنه به یه جاسوس کشنده و بی‌رحم. پیتر از قدرت‌های عنکبوت خودش استفاده میکنه، اما نه برای نجات مردم، بلکه برای شکار کردن هدف‌هاش. تار برای خفه کردن، پرش برای نفوذ، سرعت برای کشتن. وقتی جنگ اسپایدرورس شروع میشه، پیتر قاتل میخواد مورلون و خانواده اینهرتوس واقعا بکشه. او کنار اسپایدرمن‌های دیگه میجنگه، اما هیچ شباهتی به بقیه نداره. و وقتی نسخه پاکتر و جوانتر خودش رو میبینه، برای اولین بار میفهمه که میتونست قهرمان باشه، ولی راه تاریک رو انتخاب کرد. این اساسیس اسپایدرمن هست. اسپایدرمنی که از وولورین درس گرفت و تبدیل شد به یک قاتل واقعی.